الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران گرامی قدر، امروز چگونه وعده دادیم فایده ها در بیان ماه شعبان، در بیان فضیلت ماه شعبان علیه ما صحبت کردیم. امروز هم موضوع دیگری هم در بیان فایده های ماه شعبان هم صحبت میکنیم. این هم فضل کرم الله سبحانه و تعالی است که بر ما این را منت گذاشته است. این موضوع یک از موضوعات مهمی این ماه مبارک است که علاکه این ماه شعبان، امروز روز اولی از ماه شعبان است، داخل شده است. این ماه مبارک، این ماه رحمت. سخن را با بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله اما بعد شروع می نماییم. این خلاصه مجموع درباره ماه شعبان است و از الله سبحانه و تعالی می خواهیم که این موادی که فایده های ماه شعبان است و همانند این مواد را منفعت آن را به دیگران، به هر کسی برساند و هر کی در تهیه آن، نشر آن شریک می‌ورزد و یاری می‌دهد، الله سبحانه و تعالی خیر موفقیت را برای او کس نصیب و راضی بگرداند. اولا، شهر شعبان هو اشهر الثامن من شهور الهجریه. ماه شعبان ماه هشتمی از ماه‌های هجری است. ماه شعبان ماه هشتمی از ماه‌های هجری است که این ماه مبارک بین رجب و رمضان قرار گرفته است و این ماه شعبان را به خاطر آن به این نام نهادند که عرب‌ها در آن پراکنده و پهن شدند از برای جستجوی آب. و همچنین گفته شده است که برای پراکنده شدن قبیله ها از حجم ها، و همچنین باز گفته شده است که زیرا که شعب یعنی بین این دو ماه رجب و ماه رمضان، این شعبان قرار گرفته است. شهر شعبان شهر مبارک، که این ماه شعبان یک ماه مبارک است. یغفل الناس عنه بین رجب و رمضان، این که مردم در غفلت میمانند از این ماه مبارک که این ماه میان رجب و میان رمضان قرار دارد. و در این ماه مبارک، این ماه شعبان، بسیار روزه داشتن هم مستحب است. چگونه که از اسامه ابن زید رضی الله عنه روایت است که گفتند گفتم یا رسول الله، ای رسول الله، لم ارک تصوم شهرا من شهور ما تصوم من شعبان. گفتند ای رسول الله، اسامه از رسول الله پرسیدند من ندیدم که تو در یگان ماه مثل شعبان روزه بداری. و رسول الله در جواب گفتند ذلك شهر یغفل الناس عنه بین رجب و رمضان، این ماه است که مردم میان رجب و رمضان از آن غافل میشوند، این ماه را غافلگیر میکنند. و هو شهر ترفع فیه الاعمال، و این ماه مبارک شعبان ماه است که در این ماه عملهای بنده به سوی پروردگار رب العالمین برداشته می شود. و گفتند فاحب ان ترفع عملی و انا صائم، و دوست می دارم که عمل من برداشته شود در حالی که من روزه دار باشم. روایت نسائی و البانی این حدیث را نگفتند. و کان النبی صلی الله علیه و سلم یصوم من الشعبان تطوعا ما لا یصوم من غیره. و پیامبر الله صلی الله علیه و سلم از ماه شعبان آنقدر روزه نفل
روزهای اختیاری می داشتن که در غیر این ماه ها روزه نمی داشتن. اکثر این وقت ماه شعبان را روزه می داشتن. كما قالت عائشة أم المؤمنين، چگونه که عائشه ام المؤمنین مادر المؤمنان رضی الله عنها فرمودن که ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل الصيام شهر قط. میگوید من هیچگاه ندیدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم روزه یگان ماه را کامل بگیرد الا رمضان، مگر ماه رمضان را. و ما رأيته في شهر اکثر منه صياما في شعبان، و ندیدم که در یگان ماه از شعبان دیده بیشتر آن ماه را روزه بدارد. روایت نسائی و البانی این حدیث رو نیز در صحیح خوب شمردن. و همچنین در دیگر روایت هم آمده است که کان یصوم شعبان کله، که او صلی الله علیه و سلم تمام شعبان را روزه می داشت. کان یصوم شعبان الا قلیلا، بلکه حقیقتا او صلی الله علیه و سلم تمام شعبان را، تمام این ماه شعبان را روزه می داشت مگر کمی از آن را. یعنی که غالبیت این ماه را صلی الله علیه و سلم روزه می گرفتند. ولم يكن رسول صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين الا شعبان و رمضان. این که رسول الله صلی الله علیه و سلم دو ماه را پی در پی روزه نمی داشتند مگر ماه شعبان و رمضان را. فكان يصوم اكثر شعبان، و این که رسول الله صلی الله علیه و سلم بیشتری از این ماه شعبان را روزه می داشتند. و یصله برمضان، و با رمضان این ماه را پیوست می کردند. كما قالت عائشة ام المؤمنين، چگونه که ام سلمه رضی الله عنها بیان کردن ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين الا شعبان و رمضان. ام سلمه میگوید که من رسول الله صلی الله علیه و سلم را ندیدم اینکه هیچ ماه را پی در پی روزه بدارد بجز ماه شعبان و بجز ماه رمضان. بجز ماه شعبان و ماه رمضان، این دو ماه را رسول الله صلی الله علیه و سلم پی در پی روزه می داشتند. و یغفل الناس عن الصیام شهر شعبان، که بسیاری مردم از روزه داشتن ماه این مبارک ماه شعبان در غفلت، در غافلی می مانند. زیرا که این ماه پس از ماه محرم است و آن ماه رجب است که بیان ماه رجب را ذکر نمودیم. و روزه ماه محرم در مجموع در عمان این امر مستحب است، بدون اینکه این ماه رجب را ما فضیلت بدهیم. برای هر کدام این فضیلت های مخصوصی هست. و قول پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که این ماه است که مردم بین رجب و رمضان در آن در غفلتند، در غافلی میمانند. در این یک اشاره لطیف است بر اینکه لازم است که زمانهای رو که مردم در آن غافلند با اطاعت و عبادت الله سبحانه و تعالی زنده بگردانیم و بر آنچه که مورد دوست داشته الله سبحانه و تعالی و رضای او قرار میگیرد. از همین خاطر بعضی از سلف نفل خواندن رو، نمازهای الهی رو نیکو میشماردن، دوست می‌داشتن. بین مغرب و خفتن رو، نماز خواندن رو دوست می‌داشتن و میگفتن که این ساعت غفلت است. مردم در این غفلت هستند. همچنین نماز شب، خاصتا در سه شب آخر که این سه شب آخر برتری هایی دارد، زیرا بیشتر مردم در این سه شب آخر در غفلت هستند. همین است که رسول صلی الله علیه و سلم بیان کرده فرمودند که نزدیکترین حالت بنده به پروردگارش در آخر شب است.
پس اگر توانی از جمله آنهایی باشی که این شب رو ساعت این شب رو به ذکر یاد الله سپری نمایی، پس سپری نما. برای همین ذکر یاد الله سبحانه و تعالی در جاهایی که در آنجا ذکر یاد الله کم است، در آنجا لفظها سخنان بیهوده زیاد هستند، لغو و بیهوده زیاد است، در آنجا باید انسان زبانش رو معطر بسازد به ذکر یاد الله سبحانه و تعالی و این موضوع برای او دوست داشته قرار میگیرد. و همچنین فرماید که من فوائد العمل وقت الغفله، از فایده های عبادت عمل کردن در هنگام غفلت غافلی چنین است که اگر مسلمان زمانهایی را که مردم در آن غافل هستند با اطاعت الله سبحانه و تعالی و عمل کردن آنها را، آن مکانها را زنده بدارد. صیام شهر شعبان افضل من صیام اشهر الحرم. حتی گفتند که روزه داشتن ماه شعبان از بهترین روزها بعد از ماه‌های حرام به شمار می رود. حتی از روزه داشتن ماه‌های شعبان ده هم ماه‌های محرم ده هم فضلش عظیم است. به خاطر آنه که این ماه شعبان با ماه رمضان با همدیگر نزدیک همانند هستند. با آنگونه که همین سنت های راتبه ای که انسان میخواند بعد از فرضه ها پیش از فرضه ها، چون بعد نمازهای فرضی سنت های راتبه بهترین نماز نفل به شمار می رود بعد نمازهای فرضه، و همچنین روزه پیش از رمضان که ماه شعبان بهترین از روزه ها به شمار می رود. و اما قول پیامبر صلی الله علیه و سلم که گفتن افضل الصیام بعد رمضان شهر الله محرم، افضل ترین روزه بعد ماه رمضان این ماه محرم است. فافضل الصلاه بعد الفریضه، و افضل ترین نماز بعد فریضه ها صلات لیل، نماز شب است. هو محمول على تطوع مطلق. علما گفتن که این برداشته میشد بر نمازهای نافله مطلقه، روزهای مطلقه. چون روزه های مطلقه در روز بهترینش در ماه حرام است، سپس در باقی مونده ماهایی که قرار میگیرند. چون یکی بهترین نفل مطلق در نماز این قیام شب است و بهترین اینها در نصف شب آخر. چون این روزهای ماه شعبان برای آمادگی بر ماههای رمضان است، بر این می پیوندد، پیوستگی دارد. مانند روزه 6 روز از ماه شوال بعد رمضان. برای همین گفتن این روزه های ماه شعبان از روزه های نافله های مطلق بهتر است. چون که بهترین نماز بعد از فریضه ها و سنت های راتبه این قیام شب است، انا همین گونه بهترین روزه ها این ماه شعبان است. شعبان شهر رفع الاعمال، میفرمایند که ماه شعبان این ماه بالا برده شدن اعمال به سوی الله سبحانه و تعالی است، الی الله تعالی. چون یک در حدیث آمده است هو شهر ترفع فی الاعمال، این ماه است که در این ماه عملهای بندگان به سوی الله عالمیان برداشته می شود. فاحب ان یرفع عملی، و من دوست می‌دارم که عمل من برداشته شود در حالی که من روزه دار باشم و انا صائم. رسول الله دوست داشتن که اعمالش به سوی الله برداشته شود در حالی که روزه دار باشد، چون این نزدیکتر است با قبول عمل، برداشتن اعمال درجات در نزد پروردگار.
پس مسلمانان باید به پیامبر الله صلی الله علیه و سلم پیروی نمایند و در این ماه رو غنیمت شمرده بیشتری از این ماه رو روزه بدارند، چون برداشته شدن اعمال و عرضه شدن آنها به الله سبحانه و تعالی به سه نوع قرار میگیرد، چنانکه نصوص شریعت بر این دلالت میکند. و نوع اول فرمودن که رفع الیومی، عملهای بندگان، برداشتن عملهای بندگان سه نوع طریقه قرار میگیرد. نوع اول آن برداشتن هر روزه، روزانه و شبانه، که در هر روز 2 بار عمل انسان با سوی الله سبحانه و تعالی برو برده می شود، 1 بار شبانه و 1 بار روزانه، چون در حدیث آمدگی است یرفع الیه عمل لیلی، برداشته می شود با سوی او عملهای شب، قبل عمل نهار، پیش از عملهای روزانه عملهای شب با سوی الله برداشته می شود، و عمل النهار قبل عمل لیل، و عملهای روزانه پیش از آن که شب شود با سوی الله برداشته می شود. پس عمل روز در آخر آن و عمل شب در آخر آن برداشته می شود با سوی پروردگار. پس فرشتگان این اعمال را در آخر این شب و آخر این روز به سوی پروردگار بالا میبرند، چون در حدیث آمده است که یتعاقبون فیکم ملائکة باللیل و الملائکة بالنهار، فرشتگان شبانه و فرشتگان روز در میان شما پشت هم نوبت به نوبت می آیند و آنها در نماز بامداد و نماز عصر هم جمع می شوند، یجتمعون فی صلاة الفجر و صلاة العصر. و فرمودند که فمن کان حینئذ فی طاعته، اگر هر کسی که این هنگام در بامداد و در عصر، صبحگاهان و شامگاهان در طاعت الله سبحانه و تعالی باشد، بورک له فی رزقه، در رزق روزش برکت عطا کرده می شود، و فی عمله، در عمل کار بارش برکت عطا کرده می شود. هر کس که در این 2 وقت در اطاعت، در نماز، در ذکر الله سبحانه و تعالی باشد، در رزقش و در کارش برکت داده می شود. ولهذا كان الضحاك يبكي آخر النهار، از همین سبب که ضحاک رحمت الله علیه در آخر روز گریه میکرد، در آخر روز گریه میکرد و میگفت لا ادری ما رفع من عملی، نمیدونم از اعمالم، از عمل من امروز چی چیزی برداشته شد، چی چیزی از اعمال من، از عملهای من به سوی پروردگار برداشته شد و چی چیزی از آن قبول گردید. گریه میکرد. این نوع اول است، برداشتن عملها شبانه روزی. اما نوع دوم العرض الاسبوعی، نوع دوم عرضه نمودن هفته‌ینه. هر هفته اعمال بندگان 2 بار عرضه کرده می شوند، روز دوشنبه و روز پنجشنبه، چنان که در حدیث از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت شده است تعرض الاعمال الناس فی کل جمعه، عرضه کرده می شوند اعمال بندگان در هر جمعه، اعمال مردم در هر جمعه، یعنی هر هفته 2 بار عرضه کرده می شوند، یوم الاثنین و یوم الخمیس، روز دوشنبه و روز پنجشنبه. فیغفر لكل عبد مؤمن الا عبدا بینه و بین اخیه شحناء، پس به هر بنده مؤمن مغفرت داده می شود، آمرزش داده می شود، مگر بنده ای که بین او و بین برادرش کینه، دشمنی داشته باشد. این نقطه مهم است.
فیقال، پس گفته می شود اترکوا هذین حتی یفیئا، این دو رو ترک نمایید. این دو بنده ای که بین همدیگه کینه و دشمنی دارند، این دو بنده رو ترک کنید تا آنگاه بازگردند، آشتی شوند، آشتی کنند، تا آندمی که این دو بنده آشتی شوند اعمال اینها برداشته نمی شود. اگر آشتی شدند سپس برداشته می شود. كان إبراهيم النخعي رحمة الله عليه يبكي إلى امرأته. ابراهیم نخعی رحمت الله علیه روزی پنجشنبه به زن خود گریه میکرد. روزی پنجشنبه گریه میکرد و همسرش هم به سوی او هم گریه میکردند و میگفت امروز اعمال ما به الله عز و جل عرضه کرده میشود، پیشنهاد کرده میشود. چگونه بندگان الله ترس الله داشتند، چگونه از الله میترسیدند. گاهی هم انسان تعجب میکنه که این بندگان الله چگونه بنده بودند، چگونه الله را عبادت میکردند، چگونه از ترس از الله داشتند. و نوعی سوم که اعمال بندگان به سوی الله برداشته میشود، رفع السنوی، برداشتن سالانه، سالی، اعمال تمام یک ساله یک جایه در ماه شعبان بالا برده میشود. چگونه که از سخنان رسول الله صلی الله علیه و سلم برمی آید. گفتن که هو شهر ترفع فیه الاعمال، این ماه شعبان ماه است که عملها به سوی الله سبحانه و تعالی برداشته میشوند الی رب العالمین. و پس از مرگ تمام عمر برداشته می شود. وقتی که اجل عمر انسان به آخر می رسد، عمل تمام عمر برداشته می شود. در آن حالت وقتی مرگ به سراغ انسان می آید و قبض می شود، اعمال انسان برداشته می شود. پس همه چیز، گناهان، ثوابها، حرکتها، سخنها، نیتها، همه چیز، هر چی که داشتی، هر چی که با خود داشتی، نابسته از این که با خود بود فراموش کردی، در یاد داشتی، تمام اعمال تو برداشته می شود. ولكل عرض حکمة یعلمها ربنا سبحانه، و برای هر کس پروردگار ما حکمتهای خود رو بر او آشکار میکند. اینجا سخن و حکمت الهی است که الله سبحانه و تعالی و رسول او صلی الله علیه و سلم به ما رسانیده اند و ما باید آن احکام را رعایت کنیم و این پیام را گرفته به دیگران هم برسانیم و در این ناقصی و کمبودی هم انجام ندهیم. و می‌فرماید که یستحب للمسلم ازدیاد من طاعات من اوقات رفع الاعمال، برای مسلمان آزاد شده، برای شخص مسلمان که آزاد است، برای اون نیکو هست که اعمال خود را، طاعت و عبادت خود را در این وقت‌هایی که به سوی الله اعمال برداشته می شود نیکو نماید. با این اعمالی که به سوی الله سبحانه و تعالی عرضه می گردد، آن اعمال نیک را بیشتر نماید. اعمال روزانه و شبانه اش را اهمیت بدهد. اعمال شب و روزی که انجام میدهی پیش از آنی که به سوی آسمان برداشته شود اهمیت بدهی که چی بر آن برداشته می شود. چون یک در بالا گفتیم، در حدیث آمده است که عملهای بندگان در آخر روز و آخر شب به سوی پروردگار برداشته می شود. فرشتگان اعمال شب را تا آخر روز می نویسند، اعمال روز را تا آخر شب می نویسند. پس هر کی در حالت طاعت و عبادت و پروردگارش باشد، پس در حالت طاعت و اطاعت با پروردگارش بماند.
پس این حالت رزق او است که الله برای او عطا کرده است. پس او مسلمان روزهای دوشنبه و پنجشنبه روزه بگیرد، چون این عادت او صلی الله علیه و سلم بود. در ماه شعبان بسیار روزه می داشت، شب و روزش رو با اعمال صالح آباد می کرد و با واسطه آن اعمال به الله سبحانه و تعالی نزدیک می گشت و محبت و رضای او سبحانه و تعالی را به دست می آورد. وليتذكر المسلم أن أعماله ترفع إلى الله تعالى في هذا الشهر خيرها و شرها. پس لازم است که مسلمان باید بیاورد و بداند که اعمالش در این ماه چه اعمال خوب کرد چه اعمال بد کرد، به سوی الله سبحانه و تعالی بالا برده می شود. پس باید بینگرد نگاه کند که چه اعمال به سوی الله سبحانه و تعالی برداشته می شود، چه ثوابی دارد و چه جزای منتظر اوست. و بترسد که چی چیز از او پذیرفته شد و چیز از او رد کرده شد. شعبان مقدمة لرمضان. این ماه شعبان یک مقدمه نیکوست برای ماه رمضان. که تمرین علی صیامه مثل مانند تمرین و مشق برای ماه رمضان است. چیزهایی که در ماه رمضان برای انسان جایز است انجام دادن آنها در این ماه هم جایز است. از روزه گرفتن، از تلاوت قرآن تا آمادگی برای پیشواز گرفتن این ماه مبارک باید نفس رو تمرین کرد و انجام اطاعت و نزدیک شدن با الله رحمان. برای همین برادران و خواهران گرامی، شتاب کردن با اطاعت در ماه شعبان لازم است. هر مسلمان مرد و مسلمان زن برای ماه رمضان خود را آماده بسازد، با قوت، با فعالیت در ماه رمضان داخل بگردد. سپس شیخ می‌فرماید که یشتکی بعض من صعوبة الصيام و قیامه و ختم قرآن فی رمضان. بعضی از مردم دشواری در روزه داشتن، در قیام شب، در تلاوت قرآن در ماه رمضان شکایت میکنند. شاید بیشتری از مردم از این شکایت کنند. می‌فرماید سببش این است که برای ماه مبارک رمضان آمادگی ندیده است. چون این نماز و روزه و قیام شب و قرائت قرآن جز ماه رمضان دیگر هیچ وقت انجام نمی‌دهد. پس چگونه داخل ماه رمضان می‌گردی بدون اینکه مشق کرده باشه، آمادگی داشته باشه؟ پس نهایت مقصد تمرین و مشق، آماده سازی خود این ماه شعبان است. اگر نفس انسان با راحت با خواب رفتن عادت کند، برایش قیام زحمت میکشد، زحمت میشود، نماز زحمت میشود، روزه زحمت میشود و همچنین عبادت ها زحمت میکردند. چون که ابوبکر بلخی رحمت الله علیه میگوید که ماه رجب ماه کشت است، ماه شعبان ماه آبیاری کشت است و ماه رمضان ماه درویدن حاصل است. و نیز گفته است که ماه رجب مثل باد است، ماه شعبان مثل ابر است و ماه رمضان مثل باران. پس کسی که در ماه رجب نکشت و در ماه شعبان آب نداد، پس چگونه میتواند در ماه رمضان آن را برداشته کند؟ پس چگونه کسی امیدوار باشد که شیرین ترین طاعت را و عبادت را در این ماه رمضان بچشد، در حالی که قبل از رمضان برای خود توشه آماده نکرده است؟
پس باید پیش از دست رفتن فرصت بشتابیم. یحیی ابن معاذ رحمت الله علیه میگوید که من بر خودم گریه نمی کنم، من بر خودم گریه نمی کنم اگر بمیرم، اما من بر حاجتم گریه می کنم اگر از دستم برود، اگر آن را از دست بدهم. بر نفسم گریه نمی کنم اگر نفسم بمیرد، اما آن حاجت و نیازمندی که دارم اگر این از بین رفت بر آن گریه میکنم. و سلف صالح در این ماه شعبان برای قرائت قرآن وقت خود رو فارغ میکردن و میگفتن که ماه شعبان ماه قاریان قرآن است. كان السلف يتفرغون لقراءة القرآن في شعبان. سلفی صالح مشغول می شدن بر قرائت قرآن در این ماه شعبان. پس از خطاگی هایی که بین مردم پهن شده است این است که بعضی ها زکات خود را تنها در ماه رجب یا که در ماه رمضان می دهند. آن را تا ماه رمضان تأخیر می کنند و گمان میبرند که در ماه رمضان این زکات مالی که تأخیر کرد آن را داد این ثوابش بیشتر است، چون ماه رمضان ثواب و ثمره و افضلیت دارد. اما تأخیر انداختن زکات پس از فرا رسیدن وقت آن هنگامی که نصاب آن پر شده است جایز نیست، زیرا در تأخیر پرداخت زکات مال بر فقیران ظلم می‌گردد، چون حق آنها را به تأخیر می‌اندازد و این یک نافرمانی نسبت به پروردگار جهانیان قرار می‌گیرد. اما عجله کردن زکات پیش از وقتش، پرداخت زکات پیش از وقتش برای برآوردن نیاز فقیران و یاری رساندن آنها این امر جایز و رواست، اشکال ندارد. پس این ماه شعبان یک فرصت است برای کمک فقیران و مسکینان، صدقه برای آنها، تا اینکه ماه رمضان آماده باشی برای اعمال بیشتری. و کسی که برگردنش قضای چند روزی رمضان گذشته باشد بر او واجب و لازم و حتمی است که این ماه شعبان را فرصت استفاده برده قضایی های ماه رمضان گذشته را بدارد. از ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها روایت است که می‌فرماید کان یکون علی صوم من رمضان، بر من قضای روزه از ماه رمضان باقی می‌ماند، فما استطيع ان اقضي الا فی شعبان، و نمیتوانستم این ماه را قضا بدارم مگر در ماه شعبان. راوی میگه که سبب اینکه عایشه رضی الله عنها بعد رمضان نمیتوانست این ماه را قضا بدارد، این روزه های ماه رمضان را که قضا بود آنها را بعد رمضان بدارد، راوی میگه که سببش مشغول بودن او بر رسول الله صلی الله علیه و سلم بود یا به خدمت او بود. ابن حجر میگوید که از این حدیث فهمیده میشود که تأخیر انداختن قضای ماه رمضان تا شعبان این امر جایز است، ولی تأخیر آن تا در آمدن رمضان این امر ناجایز و نارواست، نادرست است. من کان علیه شیء من القضاء، قضای رمضان، اگر هر کسی چیزی از قضاهای ماه رمضان داشت، فلم یقضی حتی دخل علیه رمضان، اگر که داخل شد رمضان و این قضایی را نداشت، اگر یکم عذر مستمر یکم عذر دائمی داشت،
بین این دو رمضان و قضا داشت از این رمضان تا رمضان دیگر باقی موند و عذر وی مستمر بود، بر وی هیچ قضایی نیست، اما کفاره میدهد، یک مسکین رو طعام میدهد. اگر میان دو رمضان عذر انسان پیوسته ادامه بیابد، مثلا بیمار بود، پس برای همون انسان قضای آن تنها بعد رمضان دوم برایش لازم گردد و بس، و برگردن چیزی نیست. و این مانند یک حالتی است که اگر کسی بیمار می شود و بیماریش تا در آمدن رمضان آینده ادامه می یابد، در این صورت برای او بنده یگان گناهی نیست، زیرا وی بنده عذر داشت و بر این بنده تنها قضا واجب است، یعنی عددی همون روزایی که خورده بود به سبب بیماریش آن را قضا می‌دارد بس. اما اگر تأخیر با سبب بی‌عذری باشد، یگان عذر نداشت تأخیر کرد این ماه را، این گونه تأخیر گناه است و علما اتفاق نظر داشتند که بر او قضا واجب است بعد توبه، اما اختلاف کردند که آیا برای او مسکین رو فدیه دادن برایش کفاره لازم است یا لازم نیست. گفته شده است که بر او لازم است که قضا بدارد که قضا لازم است و همچنین کفاره فدیه بدهد. در برابر هر روزی که خورده بود یک مسکین رو طعام میدهد. این قول مالک، شافعی، احمد است و از بعضی از صحابگان در این مورد روایت ثابت شده است. و همچنین گفته شده است که تنها او قضا می‌دارد اما طعام دادن مسکین برایش واجب و لازم نیست گفتن. اما قول صحیح چونه گفتیم در بالا طعام می‌دهد همچنین اگر بدون سبب آن رو قضا کرد. ولا يجوز احتفال بلیلة نصف من شعبان. و همچنین نقطه دیگر جشن گرفتن به مناسبت شب نصف شعبان این امر جایز و روا است و همچنین مخصوص کردن آن شب با نماز یا که دیگر کارها عملهای دیگری، یا مخصوص کردن روز آن با روزه، یا مخصوص کردن آن با زیارت قبرستان ها، یا که اختصاص دادن این ماه نصفی از شعبان با صدقه، یا به نام روح مردگان بعضی از مردم، یا که به مانند شب نصفی از این شب رو شب عبادت خاص قرار دادن، همه اینها عملهای ناجایز و عبادت شمرده نمی شود، بدعت است. در فضیلت شب نصف شعبان یگان حدیث صحیحی که بر آن تکیه شود وجود ندارد، بلکه همه حدیث هایی که در این باب وارد شده هستند ضعیفند یا ساخته شده هستند. برخلاف این که بعضی از علما اگر آن را صحیح گفته باشند. همچنین حدیث هایی که درباره نماز مخصوص نصف شب از شعبان آمده باشد همه ضعیف ساخته و دروغین هستند. یگام حدیث صحیحی در این باره از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت نشده است. نه از رسول الله نه از صحابگان کرام این اعمال ذکر نشده است. اما کسی که عادت شبها نماز شب میخواند اگر شب نصف شب هم آمد اشکال ندارد نماز بخواند، بر قیام برخیزد بدون اینکه برای این شب یگان فضیلت مخصوص زیادی قرار بدهد. چون تنها این روز نصف شب شعبان رو روزه داشتن یا اینکه این رو شب زنده داری کردن نه از عمل پیامبر است، نه از صحابه است، نه از
اعمال بزرگان دین است. اگر انسان عادت داشت شب زنده‌داری کردن را، این شب آمد اشکالی ندارد. اگر انسان عادت داشت روزهای دوشنبه پنجشنبه روزه می‌دارد، این روز آمد اشکالی ندارد. پس تمام احادیثی که بر روزه داشتن این نصف شعبان یا که شب زنده‌داری این ذکر شده است، همش ضعیف و ثابت نشده هستند. و همچنین گفته نمانده که روز نصف شعبان از روزهای ایام البید است، روزهای سفید، 13 و 14 15 هر ماهی که انسان روزه می‌دارد، که روزه داشتن هر مسلمان این روزهای ایام بید را 13 و 14 هر ماه هجری را مستحب است. پس هر کس روز 13 و 14 و 15 روز را اگر روزه داشت، سنت را اجرا کرده است، بدون اینکه روز 15 این روز را یگان فضیلت خاص قرار بدهد. اما کسی که تنها این همین روز را تنها قرار میدهد، پس وی عملش نادرست و ناشایسته است. این عمل ممنوع میگردد، نادرست، ناجایز و ممنوع میگردد. و حدیثی که اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، در این مورد حدیثی که از رسول الله آمده است که وقت نصف شعبان رو فرا رسید دیگر روزه نگیرید، گفتن صلی الله علیه وسلم، ضعف جمهور علما، جمهور علما، اکثر علما این رو ضعیف گفتن. گفته امامان بزرگ عبدالرحمن ابن مهدی، امام احمد، اوزاعی، ابو زرع و رازی و دیگران این حدیث را انکار شده منکر گفتن. پس بر اساس اینکه این حدیث ضعیف است، روزه گرفتن بعد از نصف شعبان مکروه نیست، مگر اینکه به نزدیکی رمضان یک روز یا دو روز پیش از رمضان رو انسان روزه بدارد، روزهای شک میگوین. پس بر اساس نظر صحیح فقهی و احادیث صحیح، منع نصفی از شعبان، منع کردن مردم از روزه داشتن نصف دوم شعبان، این درست نیست. اما آنچه که نادرست است نصف شعبان را خاص قرار دادن، یا که نصف از این ماه را خاص قرار دادن، نصف دوم را خاص قرار دادن در این جایها، یا که یک روز دو روز پیش از این ماه رمضان را، آخر ماه شعبان را 30 یا که 29 و 30 را خاص قرار دادن، در این جا میگردد که انسان نادرست کاری میکند. پس کسی که از اول شعبان روزه داشت، نصف شعبان هم آمد، نصف شعبان هم گذشت، اشکال نداره روزه بدارد. اینکه تمام این ماه را روزه ندارد، این نقطه اول. دوم، یک روز دو روز پیش از رمضان روزای شک میگه این رو روزه ندارد و روز 15 را خاص قرار ندهد. و همچنین استثنا میشود کسی که بعد از نصف شعبان روزه های قضایی دارد، آنها را حتما بدارد، اشکال ندارد. در این مورد هم امر وسیع است. و همچنین شیخ میفرماید که یحرم تقدم قبل رمضان بتطوع بالصيام یوم او یومین، چون بیان کردیم من شده است که کسی پیش از رمضان یک روز یا که دو روز از آن روزه بدارد، الا من کان له عاده، مگر آن کسی عادت داشت، عادت روزه داری داشت و همین روزها افتادن. مثلا تو دوشنبه پنجشنبه روزه می‌داری، یا که 13 14 15 روزه می‌داری، یا که یک روزه می‌داری یک روز می‌خوری، همین روز دو غلطید، اشکال ندارد. یا که انسان مثلا قضای نظر دارد و یا روزه بدارد، اشکال ندارد. انسان نظر می‌نماید یگان کار رو من
فلان کاری من شود من 2 روز روزه می‌دارم، یا که فلان شهر روزه می‌دارم گفته، اگر در این موضوع اونها را اجابت کردن اشکال ندارد. یا قضای ماه گذشته دارد، این موضوع را بگیرد اشکال ندارد. و حدیثی که پیامبر گفتن لا تقدموا رمضان بصوم یوم و یومین، شما رمضان رو یک روز 2 روز پیش از رمضان روزه نداشتن. الا رجل کان یصوم صوما، مگر آن که مردی که روزه می داشت، روزه دائمی داشت، روزه های سنتی مستحبی داشت، یا که روزه میگرفت، پس روزه بدارد اشکال نداره. برای امر جایز، امر در این واسع است. روایت بخاری. پس روزه داشتن آخر ماه شعبان 3 حالت دارد. روزه داشتن آخر ماه شعبان 3 حالت دارد. ان یصومه بنیت رمضانیه احتیاطا لرمضان، روزه را با نیت احتیاط برای ماه رمضان روزه بدارد. این ممنوع، جایز نیست یک روز پیش رمضان را، چون یک مردم عادت کرده است. این نقطه اول. با نیت نظر یا قضای رمضان یا کفاره و مانند اینها، این اکثر گفته اکثر علما چون در بالا ذکر کردیم، این جایز و رواست. با نیت نفل مطلق، یک روزه های عادی اختیاری، این یک روز 2 روز روزه داشتن گفتن مکروه است، مگر اینکه اگر انسان عادت همیشگی خود داشته بود، چون یک بالاتر ذکر نمودیم روزه می داشت، اشکال نداره در این مورد. بارك الله فيكم. والحكمة من نهي من الصيام قبل رمضان بیوم او یومین، میفرماید که حکمت منع کردن روزه یک روز یا 2 روز پیش از ماه رمضان این است که بر رمضان چیزی که از آن نیست اضافه نکنیم. بر رمضان چیزی که از ماه رمضان نیست اضافه نکنیم. یکی از حکمت‌های منع شده آن همین است. تا مانند آن چیزی نشود که در روزه اهل کتاب اتفاق افتاده است، توسط افکار و هوا و هوس خود چیزهای را وارد کردند و این چنین برای جدا کردن فریضه ماه رمضان از نفل ها، چون باید فرض ها علاهده و نفل ها علاهده است. از این سبب است که پیامبر صلی الله علیه و سلم منع کردند. تا که در رمضان ماه رمضان بیشتر روزه ندارد، یا اینکه در آخر رمضان بعضی از روزهای رمضان را هم نخورد. چون اعمال فریضه از اعمال نفل ده فضلشون عظیم است. برای همین رسول الله صلی الله علیه و آله کردن که نمازهای فریضه هنگام خوانده شد، نمازهای فریضه خوانده شد، بین اینها و بین نماز دیگر فاصله جدایی انداخته شود، چی بر مکان چی بر سخن گفتن. نماز فریضه را خواندی، چیکار میکنی؟ مکان رو تغییر میدهی یا اینکه سخن میگویی، پس نماز بعدی رو میخونی. پس روز شک آن روز است که انسان‌ها در آن روز شک می‌نمایند. روز 30 از ماه شعبان است. اگر بر مردم هوا ابرناک شود و ماه هلال را ماهتاب را نبینند، برای همین این روز را روز شک گفتند که ماهتاب دیده نمی شود، چون بر اصل با ماهتاب دیدن ماهتاب مردم روزه می‌دارند. آیا این آخر از ماه شعبان است؟ آیا این اول ماه رمضان است؟
شک میکنن. برای همین حرام است در این روز داشتن، مگر اون کسی که عادت داشت دوشنبه پنجشنبه 13 14 15 یا که یکم رو در 13 14 15 داخل نمیشود و از زبان برآمد، یا که روزه داوود میگیرد مثلا. این چگونه که حدیث عمار است گفتن که من صام یوم شک، هر کس که روزه شک رو روزه بدارد فقط عصى ابوالقاسم، بعد روز که ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و سلم نافرمانی کرده است. روایت بخاری. در ماه شعبان واقعه ها و رویدادهای بزرگ هم رخ دادند. در این ماه بزرگ واقعه ها و رویدادهای بزرگ هم رخ داده است. اولا فرض گردانیدن این ماه مبارک رمضان در ماه در سال دوم از هجری و تغییر افتن قبله از بیت المقدس به بیت الحرام در سال دوم از هجری. بلکه گفته شده است که در ماه رجب و همچنین گفته شده است در ماه جماد الثانی عقد نکاح پیامبر اساسا با حفصه رضی الله عنها در سال سوم از هجری و غزوه بنی مصطلق در ماه پنجم از هجری، غزوه تبوک در سال نهم از هجری گفته شده است در ماه رجب و در ماه رمضان گفته شده است در به مدینه که پیامبر برگشتن به مدینه منوره. و سخن دیگری هست که در ماه شعبان رسول الله صلی الله علیه و سلم برگشتن. و در آخر در اینجا یک چند مصرع شعر را می‌آورد، می‌فرماید که مضى رجب و ما احسنت فیه، رجب گذشت و هیچ نیکوکاری نکردی. مضى رجب و ما احسنت فیه، رمضان گذشت، رجب گذشت و در این هیچ نیکویی نکردی. و هذا الشهر شعبان المبارک، و این ماه شعبان مبارک است که رسیده است. شعبان رسیده که این ماه بختیاری شده. فیا من ضیع الاوقات جهلا، پس ای کسانی که این وقت رو از روی جهل نادانی گذرانیدی، ای آن که وقت رو در غفلت گذرانیدی، بحرمتها افق واحذر بوارک، بیدار شو، با حرمت این ماه بیدار شو، به هوش بیا و بر حذر باش از حسرت خوردن. فسوف يفارق اللذات قسرا، به درستی که مفارقت دور می شود از تو. از شهوت و لذت جدا گردی به مجبوری. یخلی الموت کرها منک ذاک، مرگ خالی می کند از تو خانه‌ات را. تدارک ما استطعت من خطایا، جبران گناهان باش تا توانی، جبران گناهان کن تا توانی. بتوبة مخلص واجعل مدارک، با توبه صادقانه با اخلاص قرار ده راهنمایی را. على طلب السلامة من جحیم، على طلب السلامة من جحیم، طلب سلامتی نما از جحیم، از جهنم. همیشه طلب نجات کن از عذاب آتش.
فخیر ذوی الجرائم من تدارک، که به بود جنایتکار توبه کننده. و از الله سبحانه و تعالی التماس توفیق داریم که با آنچه که دوست داشته اش است ما را به آن تدبیر کند و ما را با رمضان با سلامت برساند، با ایمان، با اقتدار، با نعمت کامل. و همیشه هم سپاس ستایش او سبحانه و تعالی پروردگار عالمیان را میگوییم. از الله سبحانه و تعالی خواهش میکنیم که ما را به آنچه که دوست می‌دارد و بر آنچه که راضی می‌گردد توفیق می‌دهد و ما را با صحتی، عافیت و با ایمان به ماه رمضان برساند. الحمدلله رب العالمین. این بود بیان فضیلت‌های ماه شعبان. امیدوار هستم که این ماه را خوب و به نیکویی استفاده میبریم. از درگاه الله سبحانه و تعالی توفیق میخوایم. یا اون که زگان سوال دارد در این مورد، در مورد این ماه شعبان اگه سوال هست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بیشتر همین ماه رو، و علیکم السلام و رحمت، بیشتر همین ماه روزا بدارید، بیشتری از همین ماه رو روزا بدارید. و توفیق جميع الله سبحانه و تعالی است. و توفیق جميع الله سبحانه و تعالی است. خیلی درس دیگری رو هم شروع میکنیم از این کتاب مبارک، اصول سنه از امام احمد بن حنبل. از این کتاب مبارک هم کمی درس کنیم، بعد سپس به همین درس رو بهتون برسونیم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد. از این کتاب مبارک از اصول سنه امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه که ما قرار گرفتیم در بیان ایمان به میزان. ایمان به میزان، میزان ترازوی اعمال در روز قیامت. و مؤلف رحمت الله علیه در اینجا بیان کردن که الایمان بالمیزان یوم القیامه کما جاء، ایمان به میزان در روز قیامت، کما جاء یوزن العبد یوم القیامه، چگونه که آمده است که وزن کرده میشد بنده در روز قیامت. فلا یزن جناح بعوده، وزن کرده میشد ولیکن مثل یک پری پشه وزن ندارد. و توزن الاعمال العبادی، و اعمال بندگان در آن وزن کرده میشود. کما جاء فی الاثر، چون در اثر ذکر شده است. و الايمان به، و بر این ایمان آوردن، و التصدیق به، و این رو درست راست شمردن، والاعراض عن من رد ذلك، و روی گردانه از آن کسی که از این روی میگرداند.
و ترک المجادله و ترک مشاجره با وی. این از منابع اعتقاد اهل سنت و جماعت است. و این سخن امام احمد اشاره بر حدیث ابی هریره رضی الله عنه دارد که از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت شده است که فرمودند انه لیأتی الرجل العظیم السمین یوم القیامه، روز قیامت مردی درشت اندام، بزرگ و فربه می آورده می شود. لا یزن عند الله جناح بعوده، این مردی درشت اندام، بزرگ و فربه که آورده می شود به نزد الله به اندازه پری پشه وزن ندارد. و فرمودند اقرأوا بخونید قول الله سبحانه و تعالی را که فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا، در روز قیامت وزن برای آنها برپا نخواهیم کرد. وزن برای آنها برپا نخواهیم کرد. روایت بخاری و مسلم است. پس ترازویی که در روز قیامت بر آن برکشیده می شود در قرآن و سنت متواتر مقرر شده است و وصف این ترازو هم ثابت است که آن دارای دو پهلو است. اعمال نیک و اعمال بد بر آن گذاشته می شود، چنانکه در کتاب الله سبحانه و تعالی و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم این ثابت شده است. اگر حساب کتاب بنده ها به آن چیزی که از اعمال نیک یا بد انجام داده اند تمام یابد، سپس به هر یکی از این بندگان کتابشان به دست راستی آنها که به دست چپ آنها داده می شود. پس احادیث صحیح و زیاد در بیان اثبات ترازوی اعمال وارد شده است. از جمله حدیث نواس ابن سمعان رضی الله عنه است. روایت میکنه که میگوید شنیدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود و المیزان بید الرحمن یرفع قوما و یخفض الاخرین، میزان در آن روز به دست الله رحمان است، گروه را بالا میبرد و گروه دیگر را پایین میکند. و اجوری از سلمان فارسی رضی الله عنه روایت کردن که میگوید روز قیامت صراط قرار داده می شود که دارای لبهای همچون تیغ راست و تیز دارد. در بیان آن روزی دهشتناک و در آن روز آن ترازوی اعمال گذاشته می شود و آنچه که از اعمال است در آن گذاشته می شود. آسمان ها و زمین و آنچه که در آن از قرار داده می شود غنجایش همه آنها را دارد و همه را در خود جای می دهد. آن هنگام فرشتگان میگویند پروردگارا چی کسی بر این میزان وزن می شود اینقدر عظیم؟ الله متعال میفرماید من شئت من خلقی، هر کی از مخلوقاتم را که بخواهم بر آن ترازو وزن میکنم. فرشتگان میگویند پروردگارا چنان که حق عبادت تو بود تو را عبادت نکردیم. از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی الميزان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمه است که بر زبان آسان ولی در ترازوی اعمال میزان وزنین سنگین است و در نزد پروردگار محبوب ترند، که این عبارت است سبحان الله العظیم سبحان الله و بحمده. دو کلمه که بر زبان آسان است راندن آن، در ترازوی اعمال میزان سنگین هستند
و در نزد الله محبوبتر. سبحان الله و بحمدی سبحان الله العظیم. پاک و منزه است الله بزرگ، پاک و منزه است الله و حمد و سپاس ستایش او رو میگوییم. و از عبدالله ابن عمر ابن عاص رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند ان الله یستخلص رجلا من امتی علی رؤوس الخلائق یوم القیامة. الله متعال در روز قیامت مرد از امت من را نجات میدهد و برای او در پله ترازو 99 کتاب گذاشته می شود که هر کتاب به اندازه دیدی چشم عظیم و دور است. و سپس بر او بیتاقه همان کارت آورده می شود که در آن کارت کلمه لا اله الا الله و محمد رسول الله است. سپس آن مرد میگوید ای پروردگار، این بیتاقه با این کتاب ها چی می شود؟ یعنی که این بیتاقه این کارت که از این قرق میدهد در برابر این 99 کتابی که مثل پیلکی چشم مثل دوری چشم عظیم مثلا چی می شود؟ پس الله متعال آن هنگام است که میگوید البته تو ظلم کردن نمیشوی. و این است که این بیتاقه این کارت که لا اله الا الله محمد رسول الله است در پله ترازو گذاشته می شود وزنش زیاد می گردد. رسول الله فرمود پس انا همین کتاب ها سبک شده 99 کتاب که درازی آنها مثل دیدار چشم هست، دوری چشم هست، سبک می گردند. انا همین بیتاقه وزن می شود. روایت احمد و ترمذی و ابن ماجه از عبدالله ابن عمر ابن عاص. اما مؤمن در آن روز کتابش را به دست راستش داده می شود و در روز قیامت نجات یافته خوشبخت می گردد. الله می فرماید فاما من اوتی کتابه بیمینه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. اما هر که اعمالش نامه‌اش بعد از راستش داده شود او مؤمن است، بزودی با او به طور آسان حساب کرده می شود و ینقلب الی اهله مسرورا و با شادمان در جنت به سوی اهلش باز می گردد. سوره انشقاق آیات 7 و 9. و قول الله سبحانه و تعالی و اما من اوتی کتابه وراء ظهره. اما هر کی نامه اعمالش از پشت سرش داده می شود که وی کافر است فسوف یدعو ثبورا. بزودی نابودی و هلاکت تام دعا می کند، طلب می کند هلاکی را و یصلی سعیرا. یعنی می گوید وای بر من که هلاک شدم و یصلی سعیرا و بر آتش افروخته خواهد درآمد. در سوره انشقاق آیات 11 و 12 10 و 12. و قول الله سبحانه و تعالی فاما من ثقلت موازینه. اما هر کسی که پله نیکی های او ترازوی او وزنین بگردد، وزنین شود. و اما من خفت موازینه. اما هر کسی که پله ترازوی نیکی های او سبک بگردد. همه این بیان اثبات ترازوی اعمال است. و همچنین فرموده او سبحانه و تعالی می فرماید و نضع الموازین القسط لیوم القیامه. برای روز قیامت ترازوهای عدل را آماده می سازیم. و حدیث ابو مالک اشعری در صحیح مسلم از پیامبر روایت است که فرمودند الحمد لله تملأ المیزان.
و سپاس و ستایش الحمدلله ترازو را پر میکند. و حدیث ابی هریره روایت است که فرمودن صلی الله علیه و سلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمه که به نزد پروردگار دوست داشته تر است، و خفیفتان الی اللسان علی اللسان، و در زبان گفتن آن سبک است، و ثقیلتان فی المیزان، در ترازوی اعمال آن وزن است. سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم. پس اهل علم ترازو رو با 3 قسم تقسیم کردن. اولا صحیفه هایی که در این دنیا برای انسان نوشته شده است وزن می شود. دوم اعمال و گفتار بنده نیز وزن می شود. و سوم خود همون شخص نیز در این ترازوی اعمال وزن می شود. پس وزنینی اعمال یا که وزن اعمال در میزان در آن ترازو بر 2 گونه است. ترازوی اعمال مؤمنان، ترازوی اعمال مؤمنان چی به بهشت و چی به دوزخ باشد. برکشیدن اعمال کافران و سرنوشت آنان بر آتش، تا بدانند که الله عز و جل به آنان ستم نمی کند و بر آنها ظلم و ستم الله نکرده است، تا با کردار خود بنگرند و اعتراف کنند. و برخی از علما گفتند که ترازو لسان زبان دارد و در آن روایت از ابن عباس و حسن بصری آمده است، اما در این باره حدیث صحیح ذکر نشده است. از قول صحابه و تابعین از بزرگان دین آمده است. چون یک ترازوهای کسی پهله در بنش یک تا زبانک دارد، آن همین بودن. و این عباره ابن قدامه رحمت الله علیه به این اشاره کرده است که ترازو 2 کف 2 زبان دارد و 2 کف و زبان دارد و اعمال بندگان به آن وزن کرده می شود. چون یک در لمعة الاعتقاد ما این مسائل رو بیان کرده بودیم. اما این گفته عالمان که این ترازو لسان زبان دارد نیاز بر دلیل دارد، چون حدیث یا قول صحابه در آن مورد از احادیث از رسول الله صلی الله علیه و سلم در این مورد ثابت نشده است. الله داناتر است. الله اعلم. شیخ صالح ابن عبدالعزیز آل شیخ حفظه الله تعالی می‌فرماید که در سنت آمده است که ترازو 2 پهلو دارد که اعمال بر او گذاشته می شود. در پله ترازو اعمال نیک، در پله ترازو اعمال بد گذاشته می شود. در شرح کتاب لمعة الاعتقاد صفحه 33. و شیخ عبدالرزاق ابن عبدالمحسن البدر حفظه الله تعالی می‌فرمایند که و ترازو، این ترازو بخش از ایمان بر روز قیامت است. قسمت از ایمان آوردن بر روز قیامت است و این ایمان آوردن به ترازویی است که در روز قیامت گذاشته می شود، در روز قیامت برپا می شود. در کتاب تحفة السنیه در شرح قصیده ابن ابی داود الحائی، الله سبحانه و تعالی در روز قیامت با بندگانش سخن میگوید. نقطه دیگری که اشاره میشه در اینجا از جانب این عالم بزرگوار امام احمد میفرماید که و ان الله یکلم العباد یوم القیامة، این که الله سبحانه و تعالی با بندگانش در روز قیامت سخن میگوید. لیس بینه و بینه ترجمان، این که بین الله و بین بندگانش هیچ ترجمانی نیست. و الایمان به و تصدیق به، و ایمان آدم به این و تصدیق نمودن این.
یعنی یکی از رکنهای دیگر عقیده اهل سنت و الجماعت این است که الله متعال سخن میگوید و آن صفات ذاتی فعلی الله سبحانه و تعالی میباشد و این دلالت بر کمال الله سبحانه و تعالی مینماید و الله سبحانه و تعالی با قرآن و سنت با قرآن بیان کرده است، سخن میگوید و رسول الله در سنت ذکر نموده است، الله سخن میگوید با آن گونه که به اهل آسمان ادعا میکنند من فلانی را دوست داشتم و با او بنده در روز قیامت سخن میگوید و این که قول رسول صلی الله علیه و که هیچ بنده ای نیست مگر اینکه با الله سبحانه و تعالی سخن میگوید و بین این بنده و بین الله هیچ ترجمانی نیست. و در این زمینه احادیث صحیح از عدی ابن حاتم رضی الله عنه روایت شده است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند ما منکم من احد الا سیکلمه ربه، هیچ کس از شما نیست مگر آنکه پروردگارش با او سخن میگوید. لیس بینه و بینه ترجمان، این که بین این بنده و بین الله هیچ ترجمانی نیست. ولا حجاب یحجبه، و هیچ پرده پوشیده نیست نمی شود. و در دیگر حدیث از عبدالله ابن محمد ابن عاقل روایت است که او از جابر ابن عبدالله رضی الله عنه میگه شنیدم که میگفت به من خبر رسید که مرد از رسول الله صلی الله علیه و سلم حدیث را شنیده است و من سپس یک شتر خریداری کردم و آن را آماده نمودم و به سفر برآمدم تا رسیدم به شام و ماهی در آنجا باقی ماندم و معلوم شد که این شخص عبدالله ابن اونیس رضی الله عنه است و به ندش آمدم و به دربان گفتم که به او بگویید که جابر نزد در است. او پرسید جابر کی؟ ابن عبدالله؟ گفتم بله. وقتی که گفتم بله پس از این عبدالله بیرون برآمد در حالی که لباسش رو جوقیده قدم میزد و من رو بر آغوش گرفت و من نیز او را به آغوش گرفتم. میگوید من بر او گفتم من از تو حدیث رو شنیدم که از رسول الله صلی الله علیه و سلم درباره قضا قصاص شنیده ای و ترسیدم که پیش از شنیدن آن تو بمیری یا من میمیرم. گفت از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیدم که میفرماید در روز قیامت مردم یا بندگان الله سبحانه و تعالی برهنه و نامختون ختنه نشده و در حالت بحمه لخت مادرزاد لوچ جمع می شوند. عبدالله ابن اونیس گفت پرسیدیم بحمه چیست؟ و او جواب داد که در بدن آنها چیزی نخواهد بود، لخت مادرزاد. آنگاه آواز صدای به آنها می رسد که از نزدیکی شنیدن می شود و می گوید انا الملک، من پادشاهم، من داورم و هیچ یک از اهل دوزخ تا زمانی که در نزد کسی از اهل بهشت حق داشته باشد به جهنم نمی درآیند تا از او طلب کرده شود و هیچ یک از اهل بهشت اگر در نزد یکی از اهل دوزخ حق داشته باشد به بهشت نمی درآید تا از او بپرسند. حتی یک ذره از چیزی در آن داشته باشد. و عبدالله ابن اونیس گفت که پرسیدم چگونه در پیش الله بزرگ قادر برهنه نامختون ختنه نشده
و چیزی نداشته باشیم. پیامبر الله صلی الله علیه و سلم جواب دادن که با کارهای نیک و بدی که داریم در نزد او این هنگام این طور قرار میگیریم. پس باید بندگان الله سبحانه و تعالی ایمان و اعتقاد و باوری کنیم که الله متعال با صفت کامل ازلی و ابدی خود وصف گردیده است. آن صفتی که صفتهای ذاتی اوست و صفت فعلی او سبحانه و تعالی سخنگوینده و در روز قیامت با بندگانش بدون ترجمه سخن میگوید که میان الله سبحانه و تعالی و میان ایشان یگان میان روی نخواهد بود. و در این مسئله آیه های و احادیث دلالت میکند، چون در احادیث گذشته ذکر نموده. سپس مؤلف رحمت الله علیه مسئله نقطه دیگر رو ذکر دار میشد، ایمان آوردن به حوض. و قول مؤلف حوض پیامبر در روز قیامت، یعنی والایمان بالحوض، ایمان آوردن به حوض. و ان لرسول الله صلی الله علیه و سلم حوضا یوم القیامه، این که از برای رسول الله حوض است در روز قیامت. ترد علیه امته، یک حوض محفوظ است که امتش بر آن وارد می شود. عرضه مثل طوله مسیرة شهر، که پهنای آن برابر درازیش است و در مسافه یک ماه راه است. حوض عظیم است. آنیته كعدد نجوم السماء على ما صحت بالاخبار من غیر وجه. و ظرفهای آن حوض باشد مثل ستاره های آسمان زیاد هستند. و در این زمینه احادیث های سرشمار صحیح به طورهای گوناگون به طرزهای گوناگون وارد شده است. و در این باره از عبدالله ابن عمر رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: حوضی مسیرة شهر، حوض من به مسافه یک ماه راه است، مسافه یک ماه راه دور است. ماؤه ابیض من اللبن، که آب آن، شربت آن از شیر سفیدتر است. و ریحه اطیب من المسک، و ریح بوی آن خوشبویتر و خوشگلتر از مسک ده است. و کیزانه کنجوم السماء، و کوزه هایش چون ستارگان آسمان بر کثرت زیاد هستند. من شرب منها، اگر هر کسی که از این حوض نوشید، فلا یظمأ ابدا، هرگز و هرگز دیگر تشنه نمی‌شود، تشنه نمی‌گردد. حافظ ابن حجر میگه که قرطبی در مفهم از قاضی عیاض گفته است که دانستن و ایمان آوردن به هر یک شخص مکلف واجب است. دانستن و ایمان آوردن به هر یک شخص مکلف واجب است که الله پاک و منزه است. پیامبر صلی الله علیه و سلم را با حوضی که به نام کوثر است عطا کرده است. با حوضی که نام، صفت و شربتش وصف شده است عطا کرده است، که در احادیث صحیح مشهور بیان شده است. از عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه روایت است که فرمودند پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: من از شما پیش می روم و شما را در نزد این کوثر، در نزد این آبانبار انتظار می شوم. در کوثر، روایت احمد و بخاری و مسلم. از ابو حازم رحمه الله روایت است که از سهل ابن سعد شنیدم میگوید که فرمود از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیدم که میگفت: من از شما پیش میروم و من شما را انتظار میشوم در آن آب انبار، در لب حوض، و هر کی به آنجا رسد و از آن آب بنوشد،
و هر کی از آن به آنجا رسید از آن آب نوشید، پس از آن هرگیز و هرگیز دیگر تشنه نخواهد شد. و مردمی که من آنها را میشناسم و آنها مرا نیز میشناسند نزد من میآیند، ولی میان آنها و من یک سد، یک دیواری خواهد بود. ابو حازم گفت وقتی که این حدیث را به آنها گفتم، نعمان ابن ابو عیاش سخنان مرا شنید و گفت آیا شما آن را از سهل شنیده اید؟ گفتم بله. گفت برای ابو سعید خدری گواهی میدهم که شنیدم که با این حدیث کلمات را از رسول صلی الله علیه و الهه کرد. در این حدیث همین را از ابو سعید خدری شنیده است، ولیکن باز یک چند کلمه را الهه کرده است ابو سعید. البته آنها از منند گفته می شود و تو نمیدانی که پس از تو دین را چگونه دیگرگون کردند. آنانی که در حدیث بالا ذکر کردم که کسانی هستند که پیامبر الله آنها را میشناسند، آنها پیامبر را میشناسند، ولی بین آنها بین پیامبر یک دیواری می شود و تو نمیدانی که پس از تو دین را چگونه دیگرگون کردند. و آنگاه میگویم دور باد آنانی که بعد از من دین را دیگرگون کردند، بدعت ها و نوآوری ها و گمراهی ها آوردند. این یک هشداری عظیم است برای اهل بدعت و گمراهان و گمنامان. این حدیث بیان خطر بدعت است، بیان خطر بدعت در دین و تغییر دادن عبادت ها و دین و بیان آن است که همه اهل بدعت اهل ظلم و ستمند، که هر بدعتشی و نوآوری گمراهی است. پس خلاصه وصف این حوض اقتدار آن گفتم یک ماه راه است. محدودیت وقت چقدر عظیم است و هر کی بخواد اگر این مسافه را مشخص کنی باید درباره دوری کشورهایی که در پیش بود اندیشه کنی. یک ماه را چقدر طول طی میکشد و رنگ آن گفتم از شیر از نقره سفیدتر است، مزه اش از عسل شیرینتر است و هر کی از آن بنوشد هرگز تشنه نمی شود و بویش بهتر و نیکوتر و خوشبوی از مس دیده است و ظرفهای آن که در آنجا هستند مثل ستارگان آسمان از روی شماره و روشنایی و روشنی، که در آن حوض دو چشمه میریزد، چشمه که از بهشت، یکی از طلا و دیگری از نقره است. پس مسئله های در بین ایمان به این حوض، اهل سنت و الجماعت اعتقاد و تصدیق حوض را اتفاق نظر دارند. احادیث بیان حوض پیامبر صلی الله علیه و صحیح و متواتر زیاد هستند و نصوص بیانگر نشانه های آن را بر ما بیان کرده است و اینکه هر پیامبر حوض دارد. بزرگترین، بهترین و گرامی‌ترین این حوض پیامبر صلی الله علیه و است. و سندهای صحیح و صریح درست از رسول الله ثابت است که حوض پیامبر صلی الله علیه و از عسل شیرین‌تر است، از شیر سفیدتر است. از همه زیادترین مردم در نزد حوض پیامبر صلی الله علیه و قرار میگیرند. امت او صلی الله علیه و هستند. پیامبر صلی الله علیه و در نزد حوض انتظار امتش خواهد بود. امتی که بدین چنگ زدند، در دین بدعتکاری نوآوری نکردند، از این دوری جستند، هر بدعتی را گمراهی داشتند و از هر گمراهی دور شدند، بر سنت پیامبر بدون اینکه معنی آن را بفهمند یا نفهمند با آن چنگ زدند. و هر کی از این حوض می نوشد پس از آن دیگر هرگز وقتش نمیشود. و حوض پیامبر صلی که پیش از صراط است و بعد از آن علما اختلاف کردند. پس اعتقاد نمودن بر این حوض که موجود است
از برای رسول الله صلی الله علیه و از برای امتش این اعتقاد دینی است، ایمان است. و کافران و منافقان این حوض رو هرگز نخواهند دید. پس مسلمانان از الله طلب میکنند، دعا میکنند که الله آنها رو به این حوض برساند و آنها رو از این آب بنوشاند. از الله متعال میخواهیم که از حوض پیامبر صلی الله علیه و ما را سیراب بگرداند. و گفتیم که سرچشمه این حوض از دو دریای از دریاهای کوثر است که الله تبارک و تعالی پیامبر صلی الله علیه و سلم عطا کرده است. این است این موضوعاتی که امروز شیخ امام احمد رحمت الله علیه برای ما ذکر و داوری کردند. در این سخن با پایان می‌رسانیم. درس دیگه اگر زنده باشیم از این کتاب مبارک در موضوع ایمان به عذاب قبر و مسئله های عذاب قبر، دلیل های آن از قرآن و سنت و هر مسائلی که بر این عذاب قبر هست و مسائل اعتقادی در بین عذاب قبر، دلایل آن، نصوص آن و درباره کودکان که در قبر پوسیده میشن یا نه صحبت خواهیم کرد باذن الله تعالی. و همچنین بیانی اگر که وقت شد بیان ایمان آوردن به شفاعت پیامبر صلی الله علیه و سلم، شفاعت او صلی الله علیه و سلم، ایمان به شفاعت پیامبر صلی الله علیه و سلم، معنای شفاعت چی است و شرط های شفاعت، شرط های قبول شفاعت، قسم های شفاعت و شفاعتی که مخلوق بر انجام آن قدرت دارد یا قدرت ندارد، کدام شفاعت از الله پذیرفته می شود، شفاعت های ثابت شده، شفاعت های رد شده، همه این موارد رو زنده و سلامت باشید درس دیگر با همراه شما خواهیم گرفت. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.